بریم. قراره که از خفن ترین واسه بازی رفتید عمو کاتو باز کنیم اینا. حالا تو صحبت میکنه. وایسا من بول بزنم. وایسا الان یارو رو بکشم پایینو میبینید؟ همه اون باتای اون پایین قراره بیان تو باسفایت ما رو کمک کنن. ببین رادان چقدر که با این همه ام پی سی قوی تو حالتی که مریضه داره پاره میشه. بذار چی واسه بچه‌ها حاجی الرینگ بچه‌ها کلا یه دونه حلقه بوده که از هم میپاشه و همه خداها همین مثلا میرن تیکه‌ای از اون حلقه رو بردارن که مثلا قوی شه. بخوای من تعریف کنم فقط مثلا تو تعریف. اینا تو تعریف. حالا حرف نزن بزن نگاه کنیم ببینیم اسکین. حالا فعلا ولکن شورت کات رو ببینیم. بابا این اسبه. نگاه کن پاره شده اسبه. جنازه میقله. مریضش کرده مالنی جنازه میقله. همون چیز اون پسر بزرگه است. حاجی دوباره ببینیم چی میگه. انگار خیلی میفهمی. داستان مریض شدنش هم چقدر بوستون. ببین داستان مریض شدنش اینطوریه که با یه نفری به نام مالنیا که یکی از فرزندان ملکه ماریکا هست چیز میکنه جنگ میکنه که آخرش هم مالنیا برنده میشه یه جورایی. در واقع رادان داشت برنده میشد که مالنیا سم معروفش رو دهن رادان نوک میکنه. بعد اینجوری میشه که این تیکه از مپ کلا قرمزه. آوناش همینجا بود گفتم است. بازم لولش بالاه. اسم تینگ استونش کدوم گوریه؟ شروع شد. این پایین زمین باسفایت ها. وایسا مردم. خدا لعنتت کنه. خب چرا میرید لاشیا؟ وایس اینو بزنم بره بالا این بیاد. بریم بالا از اول با ابهت بیایم. ای نفهم دیوانه. رفت. بالا سینا بالا من رفتم. الان نری تو باز خب لاشیا. از بودم. اینا تیم ما. دوستان میخوایم بریم رادان بزنیم خوشبختیم. الله اکبر. میخوای بابا مانی چیز ویزا بفهمید. بده. کجاست؟ بیا ماچت کنم. یادم اینجا یه گریسی بود کجاست؟ آقا جان اون چه حیوانات داری چه غلطی میکنی؟ به تو چه؟ خودتی. یه لحظه من یه چیز یوز کنم. جینگل پینگل یوز کنم. بریم اونجا اول. بذار. یه لحظه. بذار. ببین من جینگل پینگل یوز کنم. تانوس یادتون میاد تانوس این شکلی می‌کرد اینا تانوس نگاه. یه بشکم بزنم همتون مرد اینا. نکن. جینگل پینگل دارم. اینا یه بشکم بزنم شبیه تانوس. بذار من اینو درازش کنم. ببین رادان همینا پناه میکنه. هیچ غلطی نمی‌کنه. رادان همین الان بهت گفت وایسا دینا با اوچی کاتانا بزنم یا با گرز؟ هر چی گیرت اومد تو فقط بزن اگه میتونی فقط بزن. بابا الله اکبر. بریم الله اکبر. حمله کنید. آقا بسم الله. آقا ببینید یه چیز نکته بهتون بگم. سامنا رو ویزارد رفت ما نرفتیم. حاجی ویزار پاره کرد. چرا من نرفتم منم نرفتم. دونه بعد تشریف بیاریم. آجی از اون ور دنیا داره تیرکمون میزنه میدونم. ویزارد طلایای رو زمین رو بزنید سامنا اسپام میشن. داج بدید. ببین چسبیده به ویزارد میتونید اسب اسپام کنید. رادان گوش بدید میتونید چیز کنید اسب استفاده کنید. از اون طرف یه سری چیزای طلایی رو زمینن این بزنید روشون همون سامنا اسپام میشن. سامنایی که میان کمکمون. اوکی آقا رضا میتونیم بندازیم؟ آره آقا رضا رو بنداز. وقتش دیسکورد کنم. اولی شیت آقا رضا رو نزن. آقا رضا رو این به این راحتی فراس نمیشه. من استریم میدغرید. بریم سامن طلایی رو یادتون نره. بریم حاجی من تازه دارم میام. الله یو خودت بچین تو اومدم میباشی. تازه این فیز یکشه فونیکس. میدونم داداش فیز دوم فرد اصلی الان وارد میشه سم. بابا فراس شد فراسش کردم. یا خدا فیز دو
فیز فرار دوستان لگم من دارم این فیز دراپ میکنم اون آغوش یا علی آجی چی؟ فیز دوه دوج بدیم از این سنگاش فیز دوه حواست باشه باید بود اسب بگی بیر خورد یه تتک دارم فراسش میکنم آجی یون ای وای من به هیلم حواسم نبود مردی داره فراس میشه فراس شد مانی یو خدا یو علی آجی بیدقم بزنید الله اکبر بزن یو خدا کجا رفت الان شام سنگ بالا سرش آقا سما سینا واسم سینا آقا چیکار میکنی آقا بخورش آقا داش بده دولیشه سنگو خیلی قویه بیزار دیر کن دستگاهش خیلی کم بیل اینا رو داج ندید مردی بچه بیزار فرار کن بیزار داج ندید تمومی بزنش پاکستان دوشه بزن بوگی بزن ماشاءالله خیلی دمش خورد آخرش اوی حاجی من هیل ندارم آخرشه من هیل ندارم من مردم سینا خودم خودتیم مانی خدا لعنتت کنه بابا من زندم ولی دارم میمیرم یا خدا سنگاش بزرگ حاجی فونیکس حامله کرد کجی دارم من چیز دارم من هیل دارم میتونم اوکی کنم خودمو فیکسم اوی شیت بدبخت شدیم این اصلا الان دیگه دمیج میخوره نمیتونیم اصلا منم پرپر میشم اوه بابا اصلا نمیشه منو کشت اوی شیت بدبخت شدم اوی سینا مرد سینا کشید که سینا خدافظ مرد نمیذارم سینا مانده سینا نذاشتی سینا آقا من میجم شما باید میگه دارید من بزنم مردم میزدیم بچه من میزدم من حواسم به آجی خدا وکیلی خوب آوردیم آره یه جای رندوم اسپام میشه دوباره دارم میام کمک سینا زیاد جلو وای نکن تو ماجیک فراسش کردم دارم میرسم وافل عقب آها راست چی گفتید اصلا میشه من اصلا حواسم نبود بابا اصلا میشه الله اکبر داداش نمیخوای بلاد گاز کشی هم اوه بابا من با ماجیک شروع میکنم یا علی آجی یا خدا با ماجیک میزنم بزن سینا تو کلا نه دور با ماجیکش کن داشته باشید داش به این راحتی هم نیست خیلی رنج داره یارو میدونم بعد اصلا ببین یه جا وای نمیسته به این راحتی نمیشه آره خیلی تکون میخوره بسم الله بدبخت شدیم فیز 2 رفت فیز 2 خیلی سگ دمیج ها ماشاءالله سگ دمیجش کردیم آجی خوبه حساب هاج پاندا اینو تنهایی میزنه داداش هاج پاندا مگه ندیدی گفتش حامله شدم واقعا ما الان داریم حامله میشیم دیگه داداش ما 4 نفریم حاجی داداش هر چقدر هیلمون بیشتر بشه اینا قوی تر میشن و چیز هیل خودشون آره بعد ویزارد بدبختم خب چیز هستن آها تموم فراسش کردم نمیتونه به اندازه خودش از این هیل کم فراست بزن خیلی دمیج خورد زدیمش الان میاد یکیمونو میزنه الان میاد کدوم اومد هولی شیت الان تازه اصلش اینجاست جرأت داری از این کارش در بابی وایسا آقا رضا رو اینوایت کنم رنگو شو برمیگرده دارم فراست میکنم فراست کنی انو اوه شیت نمیشه دیگه این راحتی فراست میشه داره فراست میشه فراست شد قدمش شیت من نمیتونم اصلا برم نزدیکش نمیذاره خدا یه لحظه من یه سر دیگه از زیرش بزنین این شما میتونی داداش منو داره سرویس میکنه من اصلا نمیذاره برم نزدیکش
اوه من دارم جر میخورم. میزنمش. تمام. سینا بیا عقب. سینا اگر خیلی دمیجی بیا عقب. عقبم. تمام. دارمش. تمام. تمام شد؟ کامل تمام شد؟ آره. پشمو ماجی وای. ببین این شمشیر من نبود وگرنه فکر کن من اینو با لول 70 میزدم. الان لولمون خیلی زیاده. اوجی هومله شدیم. چی شد آقا؟ الان نگاه کن اینجاش خیلی خفنه. صد نگاه کن. رادان مرد ولی دوباره آجی اینجا خیلی خفنه. اینجا چون ببین رادان ستاره رو هوا نگه می‌داشت و الان چون مرد دیگه اون ستاره زمین سوراخ میشه دیدم. آره. الان رادان دوباره باز میگرده. فکر کردی چی DLC داره این آره. داداش تو DLCش دیگه گو بخوریم اونو بتونیم بزنیم. آجی خیلی کت کلفته. هیچ گویی نمیتونیم با میکولا ترکیب میشه. بیا جمعش کن. چی شد؟ آجی بچه الان انگار ستاره‌ای که رو آسمونا بودن اومدن زمین.